سلام، تشکر که آنلاین و با رادیو آزادی هستید. امروز ده ها مهاجر تاجیک منتظر اخراج و یا دپارتاسیا از روسیه را می‌بینیم و درباره بی‌تفاوتی به انتخابات پارلمانی تاجیکستان گپ می‌زنیم. ویدیویی را که می‌بینید هفته گذشته در یکی از بازداشتگاه‌های شهر یگورسک روسیه برداشتند. کاربری که ویدیو را فرستاد میگوید 74 مهاجر تاجیک را از کارخانه‌های گوناگون ماموران پلیس بازداشت کردند، 24 نفر را به تاجیکستان اخراج کردند و بقیه را در بازداشتگاه‌ها نگه می‌دارند. همین تاجیک بیچاره برای دپارتاسیا تیوری دست داده این همش خون وای گشنه وای تاچنا وای سرگردان وای در چومدگی و وای بیمکان و وای خدمت گرفته از دنیا در دنیا این همش تیوری دستیدن برای رفتن. حالا یک سری میزنیم به اینستاگرام که اونجا درباره انتخابات 3 روز بعد در تاجیکستان چی میگویند. رادیو آزادی در آستانه این کارزار سیاسی از کاربران پرسید درباره انتخابات از کجا خبر یافتند. بسیاری از کاربرانی که پاسخ دادند گفتند انتخابات برای آنها مهم نیست. از جمله نظر منیر جان LNS چنین است: مهم نیست چون که آوازدهی ما شهروندان یگان چیزی را عوض نمی کند. چون این به تفاوتی کاربر با نام نظام‌الدین 002 را ظاهراً عصبانی کرده است که چنین نوشته است: 70% میگویند لازم نیست یا مهم نیست. مگر شما میخواهید تا ابد غلام روس باشید؟ بس نیست این شرمندگی که روشن و جمشید شدیم. ما باید برای آزادی تلاش کنیم. هستند حزب‌های غمخوار ملت، از سیاست باخبر باشید. فروخ 9097 مقامات تاجیکستان را تنقید کرده است که کارشان را درست انجام نمیدهند و آگاهی مردم را درباره انتخابات بالا نمیبرند. چگونه انتخابات است؟ به خدا من حتی نمیدانم نامزدها کیها هستند، چی کار میکنند. این گونه نمیشود. آنها باید پیش از انتخابات خود را نشان بدهند. من باور دارم مثل من 80% اهالی نامزدهای خود را نمیشناسند. شما چه نامزد به وکیلی از حوزه خود را میشناسید یا روز یکم مارس به انتخابات میروید؟ نویسید و به رقمی که میبینید بفرستید. این رقم با وایبر، واتساپ، تلگرام و ایمو برای فرستادن ویدیوهای شما نیز هست. تا دیدار در برنامه دیگر.